بریم سراغ حل سوال سوم. سوال سوم چی میگه؟ میگه فاصله میان دو بار نقطه‌ای که یکیشون 26 میکروکولونه و اون یکی منفی 47 میکروکولونه باید چقدر باشد تا بزرگی نیروی الکتروستاتیکی بین آنها 5.7 نیوتن شود. میگه فاصله باید چقدر باشه؟ فاصله یعنی آ رو میخواد. ما فقط یه رابطه رو بلدیم. اون رابطه چی بود؟ F مساوی کا Q1 Q2 به روی R به توان 2. درسته؟ میگه فاصله چقدر باشد. این پارامتر فاصله هستش دیگه، درسته؟ پس ما R2 رو باید تنها بکنیم. R2 برابر میشه با کا Q1 Q2 به روی F. چون ما R رو میخوایم، R میشه رادیکال کا Q1 Q2 به روی F. حالا هر مقداری که داده اون مقادیر رو جاگذاری میکنیم. R مساویه کامون چنده اینجا؟ کا 9 ضرب در 10 به توان 9 هستش. پس 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در Q1 مون چنده؟ Q1 مون 26 ضرب در 10 به توان منفی 6 و Q2 مون چنده؟ Q2 مون 47 یا منفی 47 مهم نیست، چون داریم فاصله رو به دست میاریم. فاصله باید مثبت باشه. 47 ضرب در 10 به توان منفی 6 به روی نیرو که نیرومون 5.7 نیوتن هست و اینا همش یه دونه رادیکال داره. اگه محاسبه کنیم جواب تقریبا به دست میاد 1.14 که میشه آرمون. پس آرمون میشه 1.14 متر، چون همه واحدا رو بر حسب SI نوشته بودیم. این هم از حل این سوال.